رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مؤسسه تعلیمی تا مکتبی خصوصی چری کیدز اکادمی را که در کوچه تونیس شهر دوشنبه واقع است مورد بهره برداری قرار دادند. رئیس شهر دوشنبه نخست با برداشتن پرده به کار باغچه آغاز بخشیده با شرایط فراهم آورده تعلیم و تربیت در کودکستان مذکور شناس گردیدند. ساختمان مؤسسه طبق قرار رئیس شهر دوشنبه از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود زکیه ساختمان به راه مانده شده است. فرمایشگر مؤسسه تعلیمی تا مکتبی خصوصی چری کیدز اکادمی صاحبکار دولت خرسند محسوب یافته کارهای لایحه‌کشی از جانب جمعیت سهامی گشاده سلتخ پروژه انجام داده شده است. با تشبث به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تمام سمت و ساحه کشور پیشروی نظررس دیده می شود. چنانکه که به همه ما و شما معلوم است سمت معارف تعلیم و تدریس نسل نورس یکی از شاخه های مهم به حساب می رود. امروز چیزی که می بینید با دستگیری و شرکت به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کودکستان چری کیدز اکادمی به فعالیت شروع کرد. تعلیم و تربیت در این مؤسسه در سطح خیلی خوب و راه مانده شده جوابگو طلبات بین المللی می باشد. اطلاع داده شد که مؤسسه تا مکتبی مذکور از 3 آشیانه عبارت بوده برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 150 نفر کودک در 9 گروه سن و سال گوناگون پیش بینی شده است. کودکستان در مساحت 0 از 124 هکتار با طرح زمانوی ساخته شده. هر یک گروه تعلیمی با جای خواب، حاجتخانه، 3 جای دستورویشویی مجهز بوده. همچنین اتاقهای کاری یاری رسان از قبیل لگپد، متدی، طبی، محاسبات، حجره لباسشویی، اتاق مدیر، تالار ورزشی، تالار موسیقی و آشخانه با 150 جای نشست موجود می باشند. در صحن حولی حفظ آب بازی و 9 میدانچه برای بازی کودکان آماده کرده شده است. در مؤسسه 35 نفر کارمند تعلیمی و تکنیکی با جای کار تامین می باشند. تعلیم و تربیت در کودکستان پرره با زبان انگلیسی از روی برنامه‌های تعلیمی جهانی STEAM Science, Technology, Engineering, Art and Math International Early Curriculum و کمبریج به راه مانده شده. متخصصان آن دارای معلومات عالی کسبی و سرتیفیکات بین المللی کمبریج می باشند. همچنین رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه لمنوزوی ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تا مکتبی خصوصی دوشنبه منتساری را مورد بهره برداری قرار دادند. مساحت عمومی انشاءات 1632 متر مربع را تشکیل داده از 3 آشیانه عبارت است و برای به تعلیم و تربیت فرا گرفتن 150 نفر کودک پیش بینی شده است. اطلاع داده شد که در مؤسسه نو آموزش با زبانهای روسی، انگلیسی و همچنین تاجیکی به راه مانده شده از روی برنامه ماریا مانتسوری به کودکان تعلیم داده می شود. کارهای ساختمانی سال 2020 آغاز گردیده در مدت کوتاه مطابق به طلبات زمانی معاصر به انجام رسانیده شد. پس از مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات برای 55 نفر جای کاری دائمی فراهم می گردد. مؤسسه زمانوی در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود تجارت و ساختمان بنیاد گردیده است. فرمایشگر مؤسسه تعلیمی فردوس قوزیوف محسوب یافته کارهای لایحه‌کشی از جانب جمعیت سهامی گشاده سلتخ پروژه انجام داده شده است. انشاءات دارای آشخانه با 120 جای نشست، انبار برای نگهداری مواد خوراکواری، جامه‌شویی، تالار ورزش، تالار فرهنگی، سیمخانه‌های تعلیمی از جمله زبان انگلیسی، اریتمتیک ذهنی، تالار موسیقی، تالار مشغولیت، جایهای خواب و استراحت، حجره‌های کاری، مرکز خدمترسانی طبی، 4 سیمخانه تعلیمی یاری رسان برای زیرگروه‌ها، لگپد، مصوری، موسیقی، روانشناس میباشد. بنا با کامراهای نظارتی، سیستم سوختار خاموشکنی و هوا عوضکنک برقی تامین بوده به شبکه‌های گرمایدهی پیوست میباشد. در صحن مؤسسه نوی تعلیمی 4 ایوانچه ساخته شده، گوشه مخصوص برای گذراندن مشغولیت‌ها و بازی کودکان این کودکستان مهیا گردیده است. رئیس شهر دوشنبه مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که پیش از همه در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت کودکان و نورسان در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی، تامین شرایط خوبی تربیت و رعایت قاعده‌های بهداشتی کودکان دقت اولین درجه ظاهر نمایند. خود همین روز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کوچه سعدی شیرازی شهرک 14 ناحیه سینای پایتخت گوشه موسمی فروش محصولات دسترس بهار را مورد استفاده قرار دادند.
сохтмони фурӯшгоҳ дар асоси дастур ва қарори раиси шаҳри Душанбе бароҳ монда шуда, аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ободонӣ соли 2021 оғоз гардида буд. фармоишгари маркази фурӯши маҳсулоти тару тоза ва меваҷот муассисаи давлатии раёсати сохтмони асосӣ буда, корҳои лоиҳакашӣ аз ҷониби гурӯҳи лоиҳакашии маркази сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии шаҳри Душанбе бо риояи стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода шудааст. иттилоъ дода шуд, ки иншоот бо арзиши 885 миллион сомонӣ бунёд гардида, масоҳати умумии он 3700 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар гӯшаи мавсимӣ 4 нуқтаи фурӯш, 3 ҳуҷраи хизматрасонӣ бо айвони тарҳи замонавӣ бунёд гардида, бо шароити муосири савдо муҷаҳҳаз мебошад. пас аз мавриди истифода қарор гирифтани иншоот барои 20 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам мегардад. раиси шаҳри Душанбе масъулинро муаззаф намуданд, ки ҷиҳати бо нархҳои дастрас таъмин намудани сокинон бо маҳсулоти мавсимии тару тоза, тақвияти сифати хизматрасонӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намоянд.